سلام بچه ها، چطورین؟ آقا من گفتم که بیام در مورد انیمیشن اینساید اوت باهاتون صحبت کنم. اول یه خلاصه در مورد انیمیشن بهتون بگم و بعدم نظر خودم راجع به انیمیشن اینساید اوت یا همون درون و بیرون در مورد حس هاییه که آدم ها از بعد به تولد تا نوجوانی و بزرگسالیشون باشون درگیرن، که توی این انیمیشن اومده 5 تا حس اصلی مثل شادی، غم، ترس، خشم و چندشو به نمایش گذاشته. یعنی در واقع تعامل بین این 5 تا حس اصلی رو و داستان درباره شخصیت اصلی دختری به اسم رایلیه که از زمانی که متولد میشه داره یه پایگاهی رو توی مغزش نشون میده که اون پایگاه محل تعامل و ارتباط حس‌هاییه که باهاشون درگیره و دخترک 5 تا خاطره اصلی داره که اون 5 تا خاطره اصلی 5 تا جزیره از شخصیتش رو شکل میدن. اولی جزیره صداقت، دومی جزیره دوستیه، سومی جزیره خانواده است، چهارمی جزیره مسخره بازیه و آخری هم جزیره هاکیه. حالا ترتیبشون رو خیلی درست یادم نیست، ولی و به این جزیره ها و به این خاطرات میگه خاطرات اصلی. بعد یه سری خاطرات میان مدت داره که اینا در واقع بیشتر خاطراتیه که توی یک شبانه روز براش اتفاق میفته. حالا یه وقت اون حس ترس داره ازش مراقبت میکنه و با اون مراقبت کردن یه خاطره براش میسازه. یه وقت اون حس غمه داره ازش مراقبت میکنه و با اون مراقبت یه خاطره براش میسازه و به این خاطراتی که در طول شبانه روز براش پیش میاد میگه خاطرات میان مدت. یه سری خاطرات بلند مدت داره که هرچی که بزرگتر میشه شکل میگیره و دقیقا مثل خاطراتیه که تو ذهن خودمونم خیلی روشنه و خیلی همیشه توی ذهنمون هست و به این هم میگه خاطرات بلند مدت، که میفرستتش به بخش بلند مدت برای اینکه حالا حفظ بشه یا همیشه تو ذهنش بمونه. اون 5 تا خاطره اصلی که جزیره های شخصیتش رو شکل میده به هیچ عنوان نباید آسیبی بهش برسه، که اگه آسیبی به اون 5 تا خاطره اصلی برسه شخصیت رایلی هم کم کم از بین میره. توی روند داستان از یه جایی به بعد نشون میده که اون احساس غمه دست به هرچی که میزنه آبی میشه. دیدی مثلا یه موقع ها میبینیم که چرا هر کاری میخوایم بکنیم ناراحتیم یا چرا هیچ کاری رو نمیتونیم به درستی انجام بدیم. این داره توی انیمیشن اینطوری نشون میده که شخصیت غمه دست به هر چیزی که میزنه یا هر کاری که میکنه آبی میشه. دختر تو حال غم میره، حالا چه خاطره‌ای داره نگاه میکنه، چه فیلمیه داره نگاه میکنه، تبدیل به غم میشه. بعد یه روز که توی پایگاه داشتن تلاش میکردن که برنامه روزانه رایلی رو رقم بزنن، داشتن سعی میکردن که یه خواب، یه رویا، یه حس جدید رو براش بسازن و میبینن که غم داره شروع میکنه یکی یکی خاطرات اصلی رو لمس کردن و خاطرات اصلی داره از بین میره و بعد اون محفظه‌ای که خاطرات رو میفرستاده به خاطرات بلند مدت دست غم میخوره و این محفظه میاد پایین و تموم خاطرات اصلی رو که جزیره های
شخصیتی دختر ما شکل داده بوده با خودش میبره و شادی و غم تصمیم میگیرن که پایگاه رو ترک بکنن برای اینکه بتونن اون خاطره های اصلی رو برگردونن و شخصیت رایلی رو از اون نابودی نجات بدن و تصمیم میگیرن که با همون محفظه‌ای که خاطرات رو به بخش بلند مدت میبرده برن. حالا اون محفظه چی بوده؟ یه دونه لوله بوده که قدرت مکشی داشته و شادی میاد میبینه که خاطراتی که از بین رفتن و میریزه توی کیسه‌ای که از قبل داشته و با این محفظه یا با این لوله میرن و بخش خاطرات بلند مدت تا یا اینکه اون خاطراتی که نابود شده و آبی شده رو درست بکنن یا 5 تا گوی خاطره دیگه پیدا بکنن برای بخش خاطرات اصلی که بتونن جزیره های نابود شده رو دوباره برگردونن. توی روندی شادی و غم توی پایگاه نبودن خیلی اتفاقات زیادی توی پایگاه میفته. کنترل کردن شخصیت رایلی برای 3 تا حس دیگه‌مون خیلی سخت میشه و تقریبا همه چیز، برنامه همه چیز، تنظیم همه چیز به هم میریزه و آخر داستان میخواد به بچه ها نشون بده که حس هایی که تو داری همشون طبیعی هستن، حتی اون خشمه و هم وجودشون لازمه و هم این که اگه یک زمانی نباشن همه چیز در روند شخصیتی تو به هم میریزه. تعامل و ارتباط بین اون حس ها رو نشون بده و بگه که ببین حتی اگه یه زمانی اون حس غم هم نباشه، اون گریه کردن هم نباشه، خیلی به تو سخت میگذره. پس همه این حس ها هم وجودشون لازمه و هم ارتباطشون با هم دیگه لازمه. دلیلی که من انیمیشن خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه یه زمانی حس می‌کردم که نه، من هیچ وقت نباید عصبانی بشم، هیچ وقت نباید ناراحت بشم، باید فقط شاد باشم، فقط بخندم. و این انیمیشن رو یه شخصی به من معرفی کرد و گفت که بشین این انیمیشن رو ببین. ازش پرسیدم که در مورد چیه، بهم گفت که این انیمیشن در مورد حس هاییه که تو توی زندگی باشون درگیر هستی و زمانی که من این انیمیشن رو دیدم متوجه شدم که ببین حتی اون حس غمه، حتی اون حس خشمه که تو فکر میکنی حس بدیه، اگر نباشه شخصیت تو کامل به هم میریزه. و دلیلی که من این انیمیشن رو دوست داشتم همین بود، اینکه چقدر زیبا اومده حس ها رو به نمایش گذاشته، چقدر شخصیت ها و کاراکترهای جالبی رو براشون طراحی کرده و اینکه حتی اومده به این فکر کرده که هر کدوم از این شخصیت ها باید یک رنگی داشته باشن و هر کدومشون اومده گفته که چه رنگی میتونه داشته باشه، چه رنگی بهشون میخوره و اینکه برای هر کدومشون اومده یک ویژگی خاص در نظر گرفته. مثل حالا شخصیت خشمه که دیگه وقتی خیلی عصبانی میشه آتیش از کلش میزنه بالا. دیدی مثلا ماها وقتی که عصبانی میشیم بر طرف مقابل تعریف میکنیم که وای دیدی داشت از کلم دود بلند میشد. این اومده اینو برای خشم در نظر گرفته، برای غم حس یخزدگی رو در نظر گرفته بود، ویژگی یخزدگی رو در نظر گرفته بود. اینکه واقعا وقتی خیلی ناراحت میشه یخ میزنه. دیدی که ما هم وقتی که خیلی ناراحت میشیم انگار نسبت به همه چیز بی‌حس میشیم یا انگار دیگه هیچ حسی نسبت به هیچ چیزی نداریم. این اومده بود برای حس غم اینو در نظر گرفته بود، برای حس چندشه، اینکه وقتی که واقعا یه چیزی روی مخش بود یا حالش از یه چیزی به هم میخورد
یا زبونش رو در می آورد یا شروع می کرد بدنش رو لرزوندن. برای حس شادیه این ویژگی به هوا پریدنه یا خندیدن رو در نظر گرفته بود. و برای حس ترس هم این محتاط رفتار کردن رو، اینکه یهو ایست میداد یا صبر میکردی مثلا خیلی آروم تر برخورد کنه. دیدی مثلا یه زمانی از یه چیزی میترسی، تصمیم میگیری آروم تر بهش نزدیک بشی یا مثلا آروم تر لمسش کنی. و به نظر من که واقعا خیلی انیمیشن جذابی هم برای سنین من، هم برای سن بچه ها و هم برای بزرگترا بود. مرسی که همراه هم بودین. توی ویدیوهای بعدی حتما در مورد انیمیشن های دیگه هم باهاتون صحبت میکنم. فعلا خدافظ.